بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان، بعد چند روز سرد و پربارش، روز 28 اکتبر سال 2022 هوا در تاجیکستان نسبتاً گرمتر می شود و حرارت هوا به حساب میانه تا 24 درجه و در جنوب کشور روزانه حتی تا 27 درجه گرم می شود. این هوای گرم روز شنبه 29 اکتبر نیز دوام می کند، ولی روزهای یکشنبه و دوشنبه، دو روز آخر ماه اکتبر، هوا دیگر باره بارونی شده، حرارت 16 درجه پایین خواهد رفت. بنا به پیش بینی هواشناسان، روز 28 اکتبر در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده بی بارش در نظر داشته شده است. شمال از سمت شرق به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 4-9 درجه خنک تا 1 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم. در شرق ولایت باشد 9-14 درجه خنک و روزانه 2-7 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده بی بارش در نظر بوده در عقبه ها تمان می فراید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 5 درجه خنک، روزانه 8-13 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییریابنده بی بارش در نظر داشته شده است. شمال از سمت شرق به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم. در دامنکو شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 13-18 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز هوای تغییریابنده بی بارش در نظر بوده در عقبه ها تمان می فراید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 4-9 متر درجه گرم و روزانه 19-24 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 1-6 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم می شود. در دوشنبه هوای تغییریابنده بی بارش در نظر داشته شده است. شمال از سمت غرب با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 7-9 درجه و روزانه 22-24 درجه گرم می شود.